خودتو تصور کن وقتی فقط به یه نصف ثواب نیازمندی، در اون موقع دلیل رفتنت به جهنم دخترت باشه. چی؟ من زندگیمو پاش گذاشتم، پدرم در اومده، کار کردم، مراقبش بودم، چجوری میشه دخترم باعث جهنم رفتنم بشه؟ چون باهاش همون جوری رفتار کردی که ابو جهل و ابو لهب با برده ها تو بازار برده رفتار میکردن و میفروختنش به هر کس که بیشتر پول بده. حواست با منه؟ متوجهی که به کسی که بیشتر پول بده. یادت میاد چند سال نذاشتی ازدواج کنه چون یه بچه مایدار دست تو جیب نیامد واسش؟ یادت میاد چقدر آدمای با اخلاق و با ادب و مؤمن اومدن ولی از خونه بیرونشون کردی چون که نمیگم فقیر بودن ولی نمیتونستن اون پول و پله‌ای رو که تو میخواستی پرداخت کنن؟ مثل کسی که داره گوسفند میفروشه تو مزرعه، راضی دخترش رو به هر کسی بده، مهم اینه که پول بیشتری میده و نظر دختر بیچاره هم که طبعا اصلا مهم نیست. وای به حالت، از خدا نمیترسی؟ نمیدونی که یه روز حسابی هم میاد که تو با همه خرچایی که برای دخترت کردی باید جواب پس بدی که چرا اجازه ندادی این همه سال ازدواج کنه، یا حتی مجبورش کردی با اون کسی که بهش علاقه‌ای نداره زندگی کنه و اصلا نظر اون برات اهمیتی نداشت. یه چیزی رو بهت بگم، تو پدر شدی که ازش مراقبت کنی، ازش حمایت کنی، تو کاراش بهش کمک کنی، براش دلسوزی کنی، بهش محبت کنی، همون جوری که خودت تو خونه پدرت بهت محبت شده. یا اینکه حالا که نوبت اون رسیده و زور دست توه دنیا برعکس شده. هنوز راجع به اون کسایی نگفتیم که دختراشون رو از ازدواج محروم میکنند که کار کنن و خرجی خونه رو بدن. شاید حتی باباه دستش به دهنش برسه ولی حرص داره برای اینکه دستمزد دخترش رو از دست نده و یه راهی باشه برای کسب درآمد اضافی توی خونه. مهم اینه که پول به غریبه ها نرسه. فکرشو بکن چقدر آدم باید روانی و بی تقوا باشه. راستی راجع به اون کسایی نگفتیم که خواهراشون رو از ازدواج محروم میکنند از ترس اینکه بعداً نتونن ارثشون رو هاپولی کنن. رفتارت رو با دختر یا خواهرت درست کن و به فکر خودت باش قبل از اینکه همون اتفاقی که سر این بدبختی که دنیا و آخرتش رو از دست داد سر تو هم بیاد. این آقا دخترش رو از ازدواج و یک زندگی مشترک خوب با یک مرد محترم خانواده دوست که حق طبیعی هر دختری محروم کرد. همیشه همه رو رد میکرد، طبعا به خاطر کسی که سر کیسه رو بیشتر شل کنه. فکر نکنید کسی که بتونه خرج خونه رو بده نیامد، نه زیاد هم اومدن، ولی اون بچه مایه‌داری که با آرزوهای تو سر پدره مطابقت داشت نیامد. دختره همون جوری توی حسرت یک شوهر موند و باباش پسرهای خوب و با اخلاقی که می اومدن رو از خونه بیرونشون میکرد، یعنی در واقع یکی یکی شانس‌های دخترش رو برای یک زندگی مشترک ازش میگرفت. دختره هم اونقدر حسرت کشید که به قول گفتنی قطار ازدواج ازش رد شد. بعد از مدت‌ها که باباه به خودش اومده بود و داشت یادش میومد چه ظلمی در حق این طفل معصوم کرده، دختره دیگه سخت مریض شده بود و بیچاره توی لحظه های آخرش در حالی که باباه در بدترین حالت پشیمونی بود، دخترش یه چیزای نامفهومی رو زیر لبش زمزمه میکرد و با دستش به باباش اشاره میکرد که بگه آمین و اون هم شروع کرد به آمین گفتن بعد از چیزهایی که دخترش زیر لب میگفت. بعد از اون باباه سرش رو پایین آورد و از دخترش پرسید چی داشتی میگفتی؟ چه دعایی میکردی که ازم خواستی بعدت آمین بگم؟ گفت داشتم دعا میکردم و از خدا میخواستم که از بهشت محرومت کنه همون جور که من رو از ازدواج محروم کردی. من الان راجع به این حرف نمیزنم که کارش از روی ادب بوده یا بی‌ادبی بوده یا هر چی. این یک دختره که در طول زندگیش بهش ظلم شده بود و مرد در حالی که مورد ظلم یک پدر مجرم قرار گرفته بود. با دختراش اونجوری رفتار میکنه که گوسفندارا با گوسفندا رفتار میکنند. خرید و فروش بر اساس وزن. میفروشنش به کسی که بیشتر پول بده. یا از ازدواج کلا محرومش میکنه یا به اون کسی میدتش که دختره اصلا رغبتی بهش نداره. با این استدلال که دختر خودمه، مال خودمه، به هر کس که دوست دارم میدمش و هیچ کس هم جلودارم نیست. از خدا بترس.
کسی که اینجوری با دختر یا خواهرش رفتار کنه این دنیا و اون دنیا رو از دست داده، مگر اینکه به وقتش توبه کنه. و اگر از وقت ازدواج دخترش گذشت و بعد توبه کرد یا فرصت یک زندگی خوب رو با یک شوهر بد از دخترش گرفت، یک مشکل بزرگ هم داره که دخترش روز قیامت جلوش وای میسه و حقش رو تو دادگاه الهی ازش میخواد و میگه خدایا حق من رو از این ظالم بگیر، برای اینکه توی این بدبختی نیفتی یه دو تا 4 تا کن و به خاطر خودت هم که شده به دخترت اجازه تصمیم گیری بده.